آیا فکر میکنید رایس کیک رژیمیه و باعث چاقی و افزایش قند خون نمیشه؟ پس در ادامه با من همراه باشید تا با هم بررسی کنیم ببینیم رایس کیک خوبه یا نه. و در انتهای ویدیو با هم دیگه روش‌هایی رو بیان میکنیم که بتونیم از رایس کیک در رژیم غذاییمون استفاده کنیم. پس با من همراه باشید. رایس کیک ها اخیراً به عنوان یک خوراکی رژیمی به سبد غذایی ما ایرانی ها اضافه شده. اما قبل از هر چیز باید بریم بررسی کنیم ببینیم که تو یک عدد رایس کیک چه ارزش غذایی وجود داره. در یک عدد رایس کیک 7.22 گرم کربوهیدرات وجود داره که این کربوهیدرات رقم بالاییه و در ادامه توضیح میدم که چه مشکلاتی ایجاد میکنه. پروتئین موجود در یک عدد رایس کیک 56 صدم گرم و چربی موجود در یک رایس کیک صفره که به همین علت اونو تبدیل به یه خوراکی رژیمی کرده. فیبر موجود در یک عدد رایس کیک 1 صدم گرم هست که فیبر به شدت کمیه و اما کالری یک عدد رایس کیک 34.92 کالری داره. حالا باید ببینیم که این جدول غذایی واقعا رژیمی هست یا نه. در ادامه بریم سراغ یک سری نکات در هنگام مصرف رایس کیک ها. نکته شماره 1: رایس کیک را حتما همراه منابع پروتئینی مصرف کنید. بهترین کار استفاده از رایس کیک با کره بادام زمینیه که هم چربی داره هم پروتئین و نقص رایس کیک رو جبران میکنه. پس اونو حتما با کره بادام زمینی میل کنید تا اثراتش رو خنثی کنه. شماره 2: یک عدد رایس کیک دقیقاً نصف همان اندازه سنگک کربوهیدرات داره. یعنی از لحاظ کربوهیدرات وضعیت رایس کیک بهتر از نان سنگک. شماره 3: یک عدد رایس کیک دقیقاً نصف همان اندازه سنگک کالری داره. این یعنی رایس کیک رژیمیه و از نان سنگک باز هم اوضاع بهتری داره. شماره 4: رایس کیک برای رژیم بهتر از نان است ولی مثل نان برای دیابتی ها مجاز نیست. یعنی درست کالری کمتری داره و کربوهیدرات کمتری داره ولی باز هم کربش بالاست و برای دیابتی ها مجاز نیست، چون پروتئین و چربی و فیبر پایینی داره مثل قند رو افزایش میده. پس بهترین کار اینه اونو حتما با یک منبع غنی پروتئین مصرفش کنید. رایس کیک رو میتونید با ماست پروتئینی یا کره بادام زمینی مصرف کنید. بهترین راهکار همون کره بادام زمینیه که هم مزه‌شو رو بهتر میکنه هم منبع خوبی از پروتئین و چربی هستش. فقط اگر شما مشکل کلیوی یا تیروئید دارید یه مقدار در مصرف کره بادام زمینی احتیاط کنید و اونو زیاد مصرف نکنید. حالا بریم سراغ یک سری نکات کاربردی. نکته شماره 1: اگر شما دیابتی یا پیش دیابتی هستید مقدار کربوهیدرات رو در روز به زیر 60 گرم برسونید. هر چه کمتر بهتر. اگه میتونین حتی به 0 برسونید. نکته شماره 2: اگر شما فرد سالمی هستید جهت حفظ سلامتی و دوری از بیماری ها مصرف کربوهیدرات روزانه خودتون رو به زیر 150 گرم در روز برسونید. بازم هر چی کمتر بهتر. نکته شماره 3: اگر شما ورزشکار حرفه‌ای هستید بدن شما جهت عضله‌سازی به کربوهیدرات در کنار پروتئین نیاز داره و نمیتونید اون رو حذفش کنید و باید از کربوهیدرات استفاده کنید که اون هم میتونه به شکلی باشه که در میان وعده ها فقط منابع پروتئینی مصرف کنید. نکته شماره 1: ترتیب غذایی درست برای همه افراد: ابتدا سبزیجات مثل سالاد، سپس پروتئین و چربی و در انتها کربوهیدرات ها مصرفش. نکته شماره 2: همه افراد پس از صرف هر وعده غذایی بلافاصله 10 الی 15 دقیقه در منزل پیاده روی کنند.
این عزیزان باید حتما بلافاصله باشه. نکته شماره 3: اگر ورزشکار نیستید، صبحانه شما باید بدون کربوهیدرات باشد و مصرف کربوهیدرات رو به شام و نهار انتقال بدید. نکته شماره 4: از فست‌های 12-12 یا 8-16 به دلخواه و توان خود استفاده کنید. یعنی 12 ساعت غذا بخورید، 12 ساعت ناشتا باشید، یا 8 ساعت غذا بخورید و 16 ساعت ناشتا باشید. نکته شماره 5: مصرف میان وعده ها رو به طور کامل قطع کنید. ما چیزی به اسم میان وعده نداریم. اونم گفتم به غیر از ورزشکاران حرفه‌ای که فقط باید از منابع پروتئینی در میان وعده است. نکته شماره 6: مصرف میوه فقط 2 واحد در روز مجاز است و حتما پس از وعده‌های غذایی مصرف شد. میوه با شکم خالی ممنوع. امیدوارم که تندرست و سالم و سلامت باشید.